ساب گایز اومدیم با یه ویدیو سلام جدید. بچه ها اومدیم آقا با این ویدیو. خرم اومده. سلام آقا بچه نگاه ها، کن اومدیم با اسکین ویدیو. اگول فگول جدیدم. بچه ها اومدیم مود ترسناک ها بچه ها. آره مود گوتمن. حاجی از همین الان شروع شد و من باید دل بزنم به جاده. بچه ها ما مثل همیشه حاجی فرار کن. حاجی صداش میاد دیگه. خب بچه ها باید سریع دونه ویلیج پیدا کنیم. من به کیرم کجایی؟ من اینجا گوتمن جون کجایی؟ ما ببینم حاجی من میترسم. ما اولین نفر گوتمن رو ببینم. اصلا کجایی؟ من به فاک من وای بیا پیش هم باشیم حاجی. بچه واقعا چیز سمیه. من رفتم یه جزیره قطع شد. کجایی؟ داخل آبی؟ آره باش منم الان میام. به نظرم داخل آب امنیتمون بیشتره. نه به نظرم یه قایق بسازیم خوبه. نه داخل وسط آب بمونیم. چوبمون رو داریم حروم میکنیم. برای چی؟ داریم چوب حروم میکنیم. قایق چی سوسول بازی. گوتمن وحشیه. خب گوتمن مگه اومده بود؟ صداش بد می اومد. صداش بچه صداش براتون داخل ویدیو حتما میاد. خودتونم برید ببینید. بیا داری میای. من دارم رامو میکشم میرم. حاجی اینجا تو بودی؟ یه دونه چوبه. بچه این شدنی یا نه تو کامنت ها نگیدا، چون من میخوام ببینم بدون دارم آقا میام. همچنین دارم میام. خب به کتفم نازن یه چی دیگه بگم. من میشه گفت پشت سرتون اینجا ما میبریم دیگه بشینیم. اسم کنم یه ذره ترسناک میشه این من. نه چه ترسناکی. نگاه خیلی دارم با دو چرخ من میترسم اون هم بیاد. یارو آره خب چی ولش کنم بچه ها. از بحث خارج نشیم. آره یه چیز شخصیه. آره شخصی هم نیست. یکی میاد ما اذیت میکن. این 12 سالشه. من 9 سالمه. خب چی آقا بدش. کلا 9 سالم. من چوب میزنم. اگه گوتمن اومد پشتم بهم بگو. کجایی؟ بیا کنار هم بیا باشیم آقا. نمیدونم کجایی. الان میام پیشت. امو مس پیدا کردم نمیام پیشت. الان اون یارو وحشیه میاد. یارو گوتمن کسخور که نیست بیاد دنبال دو تا کسخور. بیکاره مگه. یکیش بیفانوسه یکیش خره. پیدا کردی مرو؟ نه اصلا تو رو پیدا نکردم. زدی منو؟ آره خیلی نامد. درمک این زدت. کی؟ این با من مسئله شخصی داره. دوستش زدت. منطقیه. دستم خورد به اون اومدم پشتت. تو رو زد به جامم. فهمیدم. فهمیدی؟ آقای گی من اولا گی نیستم. برم سنگ بکنم کلنگ. الو بذار زمین که رفتی اینگه تو. برای چی بذارم زمین؟ داشتم کار میکردم. برسم کردمت. میذارم برای برسم کردمت. بیا بذار کارتو انجام بده. ممنونم. خواهش میکنم. اینا یه دونه اینا میایم اینجا یه دونه. ببین الان شمشیر واجه تره بدون کلنگا. سامی دارم حرفیزم. چند تا سنگ داری؟ 9 عدد. چی؟ 9 عدد. میشه به من بدی؟ این یه دونه کلنگ من امو درست میکنی؟ برای چی درست کنم؟ چون دوستیم. من مسا برای منه اینا. فکر نکنم چون من اول اینجا بودم بعد تو اومدی. بعد دارم میکنمش. بهت
خیلی ماینکرافتی. من میگم چرا نباید بیاد تو بدنم. خب دیگه بالاخره. آره میدونم. نزن منو. آقا میسامو بده. گوهی. میسامو برداشتی. خب برو بابا. نیست داشتم. مثال من پیدا کرده بودم. بچه ها اشکال نداره برمیگردم پیشش ولی با صدای گوتمن. چی یعنی چی سیشتیر؟ دوباره برمیگردم. بکشم بکن ندارم. بکی بابا بچه ها فوشن رو نادیده بگیرید. یه خورده این اشکول به تمام معنا سیشتیر دارم بهت میگم. چه بهت در نمیخوره. من کات دارم ویدیو رو میگیرم و نه با من کات نمی کنم. بچه ها باید همه چی رو ببینن. باشه صداشون میاد. صداشون بیاد مهمی. خیلی خوب بچه ها بریم ادامه. ادامه چی مثلا چی میکنم؟ چیزایی که منم دارن لذت میبرن ویدیو. خیلی خوب من مردم دیگه عمو جون ولی 2 تا آهن دارم. من هی کجا مردی؟ به تو چه؟ اوه خیلی ازم بود. آره چرا میدونم. خبری از گوتمن نیست آجی؟ واقعا چون شب نی. یکی اول بازی صداش میومد یکی هم که الان کلا پیدا نیست. چقدر سریع رسیدی وحشی. چیت زدم. گاوی دیگه. بچه همه داخل کامنت ها چیته. بچه ها تو کامنت ها میدونم چه پله ای. من چون واقعا کسخور نیستم همیشن انفور. بچه ها به اضافه چیتر بنویسید من کسخولم نیستم. خب نزو کسخوره. با خودت داری میگه قرار گوتمن الان بیاد جلو مثلا گوتمن تو میام. بچه من واقعا دوستتون دارم. ببخشیدم حرف بد میزنم ولی این یه دونه آدم چخماخیه. امو کی کشته؟ کریپر. کریپر کریپر خوش نده. نه دارم میگم کریپر. خب اوکی. من برای شبمون غذا آماده میکنم. دست درد نکنه عزیزم. من میرم آهن برای هر دوم آماده میکنم. ببین برای هر دوم خیلی گوتمن خطرناکه. نه بابا یا میاد سمت من یا میاد سمت تو. رابرت من این گوتمن رو دوست ندارم. شبیه داشت. نه اونو نگو. چی؟ داشا؟ بیا دوباره گفت داشا؟ بابا چرا میگی؟ چی خب؟ چی بابا ولش کن. خودت هم اسمشو بگو خب یه بار. نمیگم. حال میدی گفت. چی باید بگم؟ نمیدونم چون گی. اولا که نیستم. دوما که هر گی بگی گی نیستم 100 گی. و بگی گی هم تا گی نشی. با سقد اما مردم. بابا چقدر میمیری تو؟ بابا من میرم تو کار. خب نه مثل تو مثل کت کوته. بیا با هم بریم. آقا من دوست دارم برم تو غار. خب تو هم بیا تو غار. خب با هم بریم. خب بیا دنبالم. دارم میام. رابرت من یارو رو دوست دارم. شبیه منه. شبیه تو هم؟ خیلی شبیه. آجی داره شب میشه. نظرته یه خونه بسازیم؟ نه من میخوام بسازم. من میرم تو غار که گوتمن دستش بهم نرسه. فکر کنم داخل غار خطرناکتر باشه استاد. نم خب در خدایی بیا کنارم باشه. خیلی خطرناکه اینجا ماینکرافت ساده نیست. چرا بابا ساده است؟ فقط یه گوت من میاد. حاجی داره شب میشه جدی بیا. واقعا؟ به خدا داره شب میشه. من داره صبح میشه. به خدا بیا. میدونم داره شب میشه برای همین اومدم ایزی. خدایی بیا. دمیج بخورم.
باش اومدم فواز بمیرم بعد میام. بیا کنار من وایسا. یه خونه بسازیم اینجا شب. رابرت سیش اومدم. اومدی؟ اینم خونه من. خونه؟ آره بیا یه خونه بسازیم بدو. بیا دارم خونه میسازم. بیاری کجا داری خونه میسازی؟ اون خونه است؟ داشتم خونه‌مو میساختم رابرت. الان من بیام پایین. بله بله بیا بیا. آو چه خونه ای؟ من همینجا رو میپوشونم میشه خونه‌مون. خیلی گابی. چیز داری؟ زغال. نه برای چیز میگی؟ برای چی میگی؟ واسه حالا خودم برای خودم زغال درست میکنم. بیا تو بیا این تو. من یه قلبم الان میمیرم. به کتفم. خب چجوری بیام پیش اونجا؟ چیت. من مثل آقا من سری کثیف نیستم. هی حالا میبینیم چیتر یا نه. حالا میبینیم چیتر یا نه. حاجی ها این زامبی دریایه چیز دراب تو رو کرد. کرد؟ بابا بس کن. این زامبی دریایه نه یه زنی بگم خبر خوب داری. تو رو میکرد. حاجی این سیاهه چیه اینجا؟ حاجی بیای تو گی. حاجی دارم سکته میزنم. داری اینجا رو برام میپوشونی؟ آره دست درد نکن. پوشوندم که هیچ انسان مومنی نیاد. میشه بیایی حالا اینجا؟ نه هر کی نیاد. نه هرچی. کجا هستی تو؟ یه دونه فرنیس میکوبم زمین. یه دونه چوب. بچه ها یاد بگیرید یه دونه چوب و یه دونه چوب میپزم. چه نمیپزم چه نمیپخه. او و یه نوع چوب دیگه باشه. میام یه دونه چوب بکن بیا. نمیام. تو رو خدا تو هم یه دونه چوب پلنگ نشده داری؟ نه الو. بیا پیش من دیگه جدی. خب نمیخوام پای انتره. برو بابا تو هم. قطمن خب میتونه بیاد اونجا. خود چجوری میخواد بیاد اینجا؟ میاد. انقدر امنیت داره اینجا. حالا میبینی. من که گفتم چجوری میخوام ببینم؟ عمل. اینجا اصلا من اقامت میکنم. آقا چه؟ یه دونه چوب نمیتونه بکنی؟ گاوی؟ ببین تو همینجا وایسا. خب تو همینجا باش. فاک اشکال نداره. میشه بیای پیش من؟ آره دارم میام. دست درد. بیا پیش من باشیم. خب چه کاریه؟ او مای گاد اینجا خیلی خوب. میشه چیز کنی؟ چی؟ یه چیز بیار اینجا روشن کنی؟ بله منو بکش تا برات بیارم. منو بکش. بله الان میخوای بری بیرون؟ بله چیت میزم میام پیشت. خواهی تو سر باش یه لحظه صبر. میتونی بری چوب بکنی؟ بابا این بیسابون بابا نمیخواد. خب دو دقیقه تو تاریکی باش. خب بذار خب اینجا روشن باشه. خب حالا گفت من اومد تو به من ربطی نه. حالا باشه تو برو دار. تو من بکش. بکشمه؟ نه آفرین. برو سری بیا. اگه تونستی زغالم پیدا کن. خب دارم زغال میکنم. باش بچه ها فقط لجندای ماینکرافت میخوام چیکار دارم چوب میکنم. وضعیت منی که یه قلبه. به نظرتون چرا دارم چوب میکنم؟ تو کامنت ها نگیدا. زود بگید تا انجام دارم. من فقط سریعتر برم پیش یه خری. او مای گاد با 2 قلب اومدم. حالا چی کار داری؟ بگو دیگه. دست به فرنیس هم نمیزنی ها. دست به چیزا توش. فهمیدم چی درست چیکار کردی. چی؟ فهمیدم چیکار کردی. چی؟ میخوای اینا رو تبدیل به زغال به این برداری زغالا. بیا خود دیگه تموم شد. خیلی خری. بیا تموم شد. یه دونه؟ خب آقا جان همین یه دونه رو
میای میکنیش ایتو و ایتو اینا میسازی. بیا حداقل اینجا نذار. چرا؟ دم دره. بده بهم. میخوام بذارمش. بده بهم. میخوام بذارمش. جاش خوب بوده به خدا. بذار یه دونه من اینجا رو ببندم. یه واقعا بذار باشه. دست بهش بزن که. نه نمیزنم. دست به فرنیس هم نزن. منم میخوام یه دونه در بسازم. نیاز نکرد. برای یه شبه. ببین برداری میکشن. در نیازه. میگم به برداری این تو رو میکشمت. باشه و در خش نکن. وای آجی چه جا خوبی پیدا کردیم ما. جدی جا خوبی پیدا کردیم. قبول داری؟ نه. این چیه؟ چی کار داری آقا؟ دست نزن. دست نزن آقا. تو چیزامو برمیداری. بابا برای چی بردارم؟ وسایلمو برمیداری. آقا میخوای اینجوری کنی؟ بس کارم تموم میشه. بابا بر نمیدارم به خدا بر بعد میداری؟ نمیدارم. بده اعتماد ندارم. به خدا بر نمیدارم. منم غذا دارم بهت بدم بپزی. نه جدی. نه بیا اینا رو بگی بپزی. نمیخوام. میخوام منم غذا میخوام. بابا تو الکی چه نمیدم. اینا رو برای خودم نیاز دارم. می‌دونی الان یه شات بزنم مردی. آره. خب نه بچه ها رو دوست دارم ولی بدم میاد از این نایی که لایک و ساب نمی کنن. فقط نگاه میکنن همینجوری. حداقل مشتی خوشت اومد ساب کن. بچه خوشت واقعا اومد ساب لایک کنین. کن. واقعا ساب کنین. ای خوشتون نیومد ساب نکنید چون من نیاز دارم به کسایی که ویدیومو دوست داشته باشن نه به این در فیتیا. بکتفم واسه همین لایکت نمی‌کنم. خیلی بیشوری الان ثابت میکنم. چطوری آجی؟ خبر پیدا کردم اینجا. ببینم خوراکمه. ببین اینجا خوراک منه. بگی توشا میرم توش به تو چه ارتوکم. چیزی داخل درو میبندم. اینجا هم به تریکه این قلبم من مردم. بود و سریع ها تیپی البته من جونم کم. چی منو زد؟ ویچ اونجا منو چجوری زد؟ داداش در رو با کردم. خیلی گاهی. خب صبح بی من چه صبح؟ خب در رو باید وا کنی؟ آره خرم استو تو بمونم. آره من که میخوام این تو بمونم. توی خوب ترسویی. رو نیم قلب زندم. نه رو نیم قلبم و مردم. خب پسره چرا میری بیرون؟ خب الان من چجوری؟ آقا چون صبح خب الان من باید چجوری اونجا رو پیدا کنم؟ اینجوری بیا دنبالم. راشو خوب بلدم. آره راشو بلدی. خداحافظ بابا. حفظم. آره راشو بلده. نه بابا. تو باور نکن. بچه ها تو خونه باور میکنن و لایک و ساب میکنن. بچه شما لایک و ساب میکنن. لطفا شما واقعا لایک و ساب کنین. ما دوتا واقعا لایک نکنید
حالا یه ذره سانسور دهنی خودم رو کردم، چون سانسورا معمولا که کلمه هاشو نشون میدن میفهمن چه ها. البته من خودم همین الانش آقا من نمیخوام، من اینجا رو میکنم میرم پایین. بیا خونه رو به من نشون بده بعد برو. من اینجا رو میخوام به من چه خونه رو نشون بده برو. نمیخوام. یعنی چی نمیخوای؟ به تو خاطر که تو باور نکردی. باشه ببخشید، حالا بیا. حرفم باور نکرد. بیا بابا بیا. نمیخوام، من میخوام اینجا رو برم. بابا بیا دیگه. من میخوام اینجا رو برم تو. آقا اینجا جا خوبیه. به من چه؟ تو اول بیا به من بگو کجاست خونه بعد بیا. به من چه خوبه؟ به تو چه؟ به خاطر تو مردی. به خاطر تو گم شد اون خونه. قبوله خودش مرد. بیا. نمیخوام. بیا خونه رو نشون بده بعد هر جا خواستی برو. نمیخوام. نمیخوای یعنی چی؟ بودو. بابا جاش بچه آقا اون درختا که میبینی نشونه چیه دیگه. پروید دیگه همه. خیلی خوب. خب یه ذره آهن میکنم، بعد یه ذره اینا بردارم با شیوه خاص. خیلی خوب. دیدم باریدم تو رو تا دیدم تاریکتم میرن پیدا کردی با دلم وا. راستی من بیام تورچمو بردارم. من تورچمو میخوام. یه دونش بذار بمونه. نمیخوام. چرا باید بزنم یه دونش بزنم؟ سلام. آقا موقعی کات کردم. نه با کات نمیخوام. آقا من میخوام خودکشی کنم. در خودکشی هم بعضی وقت خوبه. آقا 6 تا آهن نپخته شده دارم. حالا چون میخوام بمیرم یه چرخی هم نزنم. خیلی خوب بچه‌ها. یه آهن یه دونشو بده. نداد. خیلی این نوری که اومد از کجاست؟ نمیدونی صبح بچه داداش خنگن. خنگ تو یا نمیدونه صبح باشه. سب کن داداش. سشتی نیاز به 9 تا چیز دارم. کتفم حاجی جدا چه خبری از قطمن نی؟ نکنه میخواد غافل گیرمون کنه. بله خب خیلی خنگ. خب اینجا زغالم پیدا کردم. خب حالا بریم. میشه بیای پیشم؟ نه بیا با هم باشیم جدا. این مود شوخی بردار نیست خدایی. آقا قارم شوخی بردارنی باشه الان قطمه میاد جلوت میگه شوخی بردار نیست. بعد بهش یه بیلاخ نشون میدم، میگم برو اینو بزن، برو بیرون. اصلا اگه آره اونم گفت بیا. اونم گفت الان اونم میگه سیشتیر. بیلاخ طلایی به میدونی؟ نه میگه سیشتیر. اونم شاید بهت بگی. شاید چیز 100%. بگه میشه یه پسر تا حالا اصلا همیشه اینو نگه. خب بچه خب یه چی به درد نخور. آقا من میام پیشت. بیا پیشم. سلام آقای. سلام. چه زنم های کنم با کنم. آقا با اجازه. یه چکار میکنی؟ بله این دست نمیزنیم به چیزون. بودو سریع میخوام مسام آب کنم آرمور درست کنم. باش
خیلی خوب منتظریم یه کارشو دونه انجام بده. حتما لایک کنید. آقا من اینو برش میدارم از این رو، مثل همیشه اینو میذاریم. هر وقت این کارش تموم شد اینا رو برمیداریم، چون من بعضی کوچولو شک دارم. یه نمه ها ببخشید شک داریم. یه ثانیه داداش یه ثانیه. آقا من اومدم، یه چیزی دیدم باید میکندمش. دستم میخواستم اینجا اشکال نداره، بجاش آهن گرفتم. یه دونه آهن اون پایین بود. برش داشت. آره کندمش. صدای 2 تا دونه خونچش. آقا اوکی، نمیخواستم فرنیز بکنم. خب یه کارت انجام بده باید. الان خب میایم تو کرافتینگت. اینم اتاق بندی. یه دونه کوچولو یه دونه اینا میسارم، یه دونه کلنگ ساختم. خب حالا اصل ماجر اینو میذاریم اینجا، اینا رو برمیداریم همش چوبا میکنیم و یه دونه اینا میذاریم. بابا یه دونه اینجا حالا اوکی شد. خب اتاق من هم آمد. بذار من این برارم پوت بذارم. اینم آرمورم، یه دونه آلمور دارم. خب منم میخوام آب واسه یه سن دیگه من نگاه کن. واسه چیه؟ اسکینم برات لود شده، این همون خود ماینکرافتی است. میدونم لود شده. اوه نه ها، کابل گله رو بچه نگاه زده از چیز بیرون، از کفشه یه ذره بیرون. هر کی لاک نکنه مجبورش میکنم اینا بخوره. خداحافظ، من برم بیرون. من اینجا تورچ کاری میکنم. ببین غلط کردم. چیه؟ چی دیدی؟ ها؟ میشه اتاق تو ببینم؟ دیدم. آره میتونی ببینی. حالا من این صدا رو قطع میکنم. داشتم لذت میبردم. واسه تو آقا میخوام تورچ بکنم. نکن دیگه. حال میده به اسکینم. بیا بیرون، اونجا برای منه. بیا بیرون. من من اصلا فرنیس هم و وسایلم میبرم اون برسه. من اینجا خونه میخوام بسازم. از کجا اومده بودم بالا؟ فکر کنم از اینجا بود. آره اینجا رو من میخوام بلاک بذارم ها. کجا؟ همین بالا سرتو. چرا؟ چون داری خونمو خراب میکنی. نه بابا، میخوام اینجا رو جای من داشتم خونم بود. نه چه داری خونه منو خراب میکنی. نه بعد میذارم سر جاش. نه اینجا نبود. بس این دیتا بذارم. کجا بود؟ فکر کنم اینجا بود. اینجا هم میکنم. دوست شد. دستگاه نکن به اونا. آقا میخوام ببینم اون قبلی کجاست. بابا وایسا. آها اینجا هم اتاقک منه. اینجا نگاه کن پایین تو. اینجا باشه بی من یه خونه. یه دونه تورچ برای اینکه حروم نشه. بچه جان اینو میکنم.
آقا ما بریم خونمون بسازیم پایین یه دونه خونه دیگه. سند وایسا. I am the speed. یه سند کندم، میدونستم والا سند 100%. سریع تا کندمش بلاکو گذاشتم. نگاه کن، نگاه باشه. نه این دفعه نشد. در حال ساختم نصف پیدا کرد. میگم اینجا رو برای چیز گذاشتم که راه برای بالا اومدن داشته باشه. خودت دست درد نکنه. میشه بقیه‌ش هم بهم بدی؟ چیو؟ بقیه نردبونا که بعد یه دونه برام میاد. همون یه دونه به دردم میخوره. بیا. اوکی. آره. الان داری چیکار میکنی؟ دارم خونه میسازم. بیز خوبی ساختیم. آره. اما اینجا باید یه دونه درم بسازیم. بعد راش خوبه به اسکان نزدیکه. میتونیم با پا پیاده هر وقت مردیم. فاکش نمیدیم. آقا ما تو کوچه این دیگه میدونید دیگه. گوبه دیدم گوبه. میگم جدا چرا خبری از گوتمن نیست؟ نه چیت بزنم شاید ماده خراب بوده. نه به نظرم ادامه بدیم، شاید میخواد آقا فلگی رو کنه. بریم شب بریم بیرون. شاید اون موقع اومد یک بارا. خیلی خوب. بله بله. چرا اومدی؟ همینجوری اومدم یه نگاه بندازم. آره منم بیام کار تو رو نگاه کنم. خب خب آقا من هنو به کار نمیدم این برای خودش بخواد. من به کار خودم ادامه میدم. میام این تورچ یه دونه ایجام زارم. نه بذار بیاریمش پایین تر دیگه، چون من میخوام بکنم برم پایین تهوی خونه قشنگ بسازم. درست شد. میکنم چقدر زیبا میکنم. چی شد؟ خب آقا ادامه این ویدیو پارت 2 براتون میذاریم حتما. آره حالا وایسید من یه دونه اینا بذارم بعد بریم. خیلی خوب اینا میذارم کفی. چیه؟ هیچی. اینجا جای ماینینگمه. میرم پایین ماین میکنم میام بالا، امیدوارم به یه غار برسم اونجا در میذارم. خب اوکی بچه ها پارت بعدشو بیا بغلم وایسا حتما میذاریم. بیا بغلم وایسا اینجا بیا بغلم وایسا بیا. خب بچه ها پارت 2 رو براتون میذاریم. حتما فردا براتون آپلود میکنیم پارت 2 رو. فردا دیگه نه حالا یا فردا یا پس فردا براتون میذاریم. آره براتون میذاریم. آره بعد این ویدیو هم 6/8 آپلود شده. دقیق آره 6/8/1404. و دیگه بچه ها ببینید بالای قشنگ مسنگمو باشه همینو میدارم پرتاب میکنم تو چشایی که باشه خداحافظی کن بریم. اونایی که ساب نکردن و لاگ نکردن. بچه‌ها بعد اونایی که ساب و لاگ
کردن بهشون یه دونه عروسک کاپرگورمی که بالا سر من رو هدیه میدم. اوکی بچه‌ها، امیدوارم موهای اینم روش اومده هست. باشه. خدافظ. لایک و کامنت یادتون نره تا ویدیو بعد. خدافظ. سیشتی